برای چی سخنهای حضرت سعدی را فراموش کردیم؟ من برای شما خوانده بودم امروز خلق خویش به سیم و بزر کنند. حضرت گفتند ببین امروز خلق خویش به سیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. حتی برادر جانیش هستی یا گویم برادری که از یک مادر یک پدرش هستی، پول نداری تو برادر او نیستی. امروز در همین تجربه حیاتی های شما نده همت میدانین که در خانه های وجود دارد که یک بچه دولت دارد، بچه دویمش دولت ندارد. همون پدر مادر با دولت چه دوست میدارد، کم بغل چه دوست نمیدارد. همین شما نمیدانید، همت میدانید. همون برادر دولت دار گپی او سخن او تاثیر دارد، این به دولتش هیچ سخن هم ندارد، قدرم ندارد. اینو در تجربه حیاتی همه دیده ایستادیم. حضرت عمر بیهوده نگفت عزت دنیا به مال است. در دنیا مال داری عزت داری، مال نداری عزت نداری. امروز خلق خویش به سیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. ببین در دوام چی میگوید؟ میگوید زردار را به مجلس جای دی هم به سر، بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنند. همه یک آدم پولدار و منصبدار که در آمد همه میخیزد، همه میخیزد. یک ملا طاقت نه، همه شما میخیزید، همه میخیزد. زردار را برده در بر بالا جای میکنند. امروز در دنیا در همین تجربه حاضره دیده سید کو بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنند. یک آدم بی صاحب، مثال آدمی گویم فقیر و بی پول باشد، بعد جا را تنگ میگن، جا نیست خانه دیگه برینش. این است که آخر زردار اگر بمیرد خیشان و غیر گیریند، بیزر اگر بمیرد کم چشم تر کنند. اگر زردار میمیرد باور کنین همه گریه میکند، تمام آدم. لیکن آدم بیزر میمیرد یک کس گریه نمیکند، یک کس آبی چشم هم نمیکند. حتی من در یک گویم جنازه ها اشتراکی میکنیم امروز، در آدم بیچاره وقتی همون پول پرتایی میشود، آدم بیچاره در باور که 20 درمه 50 درمه میپرتایند. آدمی وقتی یک آدم منصبدار و وظیفه‌دار از دنیا میگذرد، همین آدم کم بغل دیدم 5 سوم پرداخت، 5 سامانی. حالا که 5 سامان احتیاج فقیر دارد، اون آدم پولدار و مالدار احتیاج به این پولی پرداخته تو ندارد. برای همین برادر عزیز در این ملال نشو، غمگینم نشو. دنیا را قاعدش همین سنت دنیا هست. دنیا همین که قاعده دارد. و حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه در همه جهان اگر سری نیشتر است، اینمی دنیا اگر همه گویم که یگان خانه نباشد، دنیا گویم یک زمین راست هموار باشد و در یک گوشه همین یک میخی راست باشد، یک سوزن راست، در همین قدر دنیایی که گویم هیچ حد و کنار ندارد، یک سوزن در یک اطراف راست کردگی باشد، گویم یک خار در همون زمین باشد، در همه جهان اگر سری نیشتر است، در پای کسی خلد که درویشتر است. همون خار در پای یک آدم کم بغل میزند. دیگر میزان که با همه راستی دارد، میلش طرفی بود که وزنین تر است. حتی همین ترازو را بین میگن، همین ترازو هم میگه یک چیزی حقیقت است، لیکن همیشه بارش نگه به طرف اون وزبینی میرود، هیچ وقت طرف همون رقم نال نمیرود، فقط همون هزار دا میرود. برای همین این مسئله دا دادر عزیز شما غمگین نشوین. لیکن هر یک پیشوایی که، هر یک پیشوایی که، هر یک ملایی که، هر یک ایشان و شیخی که اگر یک آدم به خاطر مالداری و دولتداریش تعظیم کند، حبیب خدا گفت که از 3 یک حصه دینت می رود. به خاطر دولتداری و مالداریش تعظیمش کند، همیشه همون را چکار کند؟ همیشه همون را گویم که صفت کند، به خاطر پول و مالش، به خاطر دینداریش نی. حبیب خدا گفت از 3 یک حصه دینت رفت را. و آخر